وسیع جلوی ماژور هست. از این رستنگاه مفرد شروع میکنیم تا به ابرو. این گوشه ابرو میریم تا به گوشه ابرو. یه لحظه مرسی. سوال میکنیم چقدر باید بزنیم این نامرتبیاشو ما براش اوکی کنیم. سعی کنید از اول 7 تا 8 یاد بگیرید. الان مثلا میان میگن که صاف بزنید و اینا یادگیری، وقتی 7 تا 8 بزنید دستتون خیلی سخت میشه، شاید دستتون ببرید، ولی بسیار بسیار بعدها به دردتون میخوره. خیلی عالیه. لایه به لایه هم میتونید جدا بکنید، هم میتونید افق جدا بکنید، هر جوری که به دست خودتون سبک‌تر میتونید کار انجام بدید. دست خودتون من حالا لایه به لایه جدا میکنم. چرا؟ چون هر زاویه که میخوام لایه به لایه کوتاه بکنم خیلی شیک‌تر